سلام دوستان، چطور؟ امیر نظری هستم. خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با آموزشی گرفتن 3500 CP رایگان و باید بهتون بگم که این 3500 تا برای ریجن آمریکاست و در ریجن های آسیایی مثل هند و ایران تعدادش کمتره و 1500 تا CP میتونید بگیرید. خب بریم سراغ این که ببینیم چجوری میتونیم این CP ها رو بگیریم و اینکه ماموریتاش در ریجن آمریکا و ریجن های آسیایی هیچ فرقی نداره و فقط تعدادشون کمتره. خب شما باید به صورت عمده 4 کار رو انجام بدید. اولین کاری که از ما خواسته 3 روز آنلاین بشیم و دومی کاری که خواسته 30 مچ پلی بدیم، حالا هر مودی، چه بتل رویال چه مولتی. و سومی کاری که از ما خواسته اینه که 200 دقیقه توی بازی باشیم، یعنی توی بازی یعنی 200 دقیقه پلی بدیم. و آخرین کاری که از ما خواسته پلی دادن 7 مچ لاکداونه. حالا لاکداون چیه الان بهتون توضیح میدم. در بتل رویال یک مود جدیدی به نام لاکداون اومده که مثل ریبرس یا همون آلکاتراز قدیم خودمونه و تنها فرقش اینه که این هارد پوینت مولتی میمونه و باید در نقطه های A, B, C قرار بگیریم و به عدد 300 برسیم. خب بریم سراغ ادامهش که یه 280 CP دیگه میتونیم بگیریم. خب در لابی در بخش سایلز و اینگاد کمپانی شما که دوستانتون به عنوان لیدر باید یک زیر مجموعه تشکیل بدید که 5 نفر باشید و هر 5 نفر باید خرج کنن و به ازای خرج کردن هر یه نفر یه دونه از این نوار سمت راست بالا میره که در اول یک کریت رایگان، دومی 2 گلدن کارت، سومی 80 CP رایگان، چهارمی 4 تا کریت و پنجمی 200 CP رایگان به ما میده. و فقط توجه داشته باشید که باید هر نفر یه بار خرج کنه تا اینا دونه دونه برن بالا. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.